خب بریم مرحله بعد که یه جورایی میشه گفت میریم تو کار لباسش. در حقیقت لباسش هم خیلی ماشاءالله چین داره، لباسای چین داره شدیده، یه جورایی حالت راهبه طور خیلی پوشیده است، احساس میکنم اسلامیه. خیلی محجب است، انگار که از کلیسا فرار کرده. خیلی جالبه. معمولا شخصیت‌های انیمه همشون لباسای لختی پختی دارن، خیلی دیگه محجب است. همین کار ما رو راحت میکنه یه جورایی. خب دستش، یکی از دستاشو بکشید، بعد بریم سراغ بقیه انگشتاش، بعد دیگه بریم سراغ ادامه لباسش. یه جورایی لباس چین داره میشه گفت. حالا بریم اونی که آستینش، این آستینش که دیگه شبیه لباسای سلطان سلیمان به نظرم. حالا بریم سراغ این که دستش، که شمشیر هم دستش داره، به نظر میاد از این راهبه های عصبانیه. خب از اینایی که مجهز و همه چی هستن شمشیرشون بکشید. خب اول بریم سراغ انگشتاش که به نظرم تقریبا یه همچین شکلی میاد. انگشتاش، بعد حالا بریم سراغ شمشیر که یه جوری از این شمشیرهای صلیب دارم هست که معلوم از کلیسا فرار کرده. احساس میکنم اعصابش خورد بوده، فقط دوست داشته یه در بگیره بچزونه. خب آره از اون شمشیرهای خفنم هست. خب حالا بچه‌ها شما شمشیرش از اینجا نمی‌بینم، شمشیر برای خودمون بسازیم یه جورایی، چون همش با خطوط دیگه.